سلام به همگی، خوش اومدیم به متفاوت ترین ویدیو کانال راه کسب. واقعیتش چند روز پیش من و همسرم یه سفر یه روزه به سمت کاشان رفتیم و من گفتم که این موقعیت خوبیه که یه ولاگ بگیرم براتون و اولین ویدیوی متفاوت کانال رو براتون ضبط بکنم. چیزی که در ادامه میبینید این ولاگ کوتاه هست و بعد از اینکه تموم شد یه توضیحاتی در مورد هزینه ها و کلا اینکه من چه احساسی نسبت به این سفر داشتم و توصیه هام در انتهای ویدیو براتون میذارم. همراه من باشین و اگر دوست داشتین لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. روز چندمه؟ 21 2 403 کاشان. این شعر رو براتون میخونم. سفر یک روزه میگه در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشه. داری تو شعر دیگه در مورد کاشان؟ اینجا 5 صبح بود که داشتیم میرفتیم به سمت کاشان. هر جفتمون خیلی خوابالو بودیم. توی جاده اولین جایی که رسیدیم قم بود. از این ور براتون فیلم گرفتم، برعکس شده. توی قم جامون رو رانندگی عوض کردیم. من نشستم تا خود کاشان، بخاطر همین تا خود کاشان از جاده هیچ فیلم دیگه ای نداریم. بعد یکی از دوستای من دانشجو بود کاشان، به ما یه جای خیلی قشنگی برای صبحانه معرفی کرده بود که حالا ما اینجا دنبالش بودیم، داشتیم کوچه پس کوچه ها رو میرفتیم که پیداش کنیم. اسمش مهینستان راغب بود و اینجا حالا بهش رسیدیم. فضای داخلیش خیلی قشنگ بود، اما متاسفانه اون کسی که مؤسس اونجا بود و مؤسس برند ربیع بود، آقای راغب، خودشون فوت کرده بودن و اینجا همه اعلامیه و اینجور چیزاشون بودش. لابیش خیلی خیلی خوشگل بود، یه میز پر از گل گذاشته بودن، کلی آینه کاری داشت، خیلی قشنگ بود. اینجا داری لابی رو میبینین و رسیدیم به حیاط خیلی خیلی خوشگلشون. هوا هنوز خیلی گرم نشده بود. اینجا مثل میز گذاشته بودن، حالا اگه می‌خواست کسی قهوه چیزی بخوره میتونست بیاد. ما رفتیم، صبحانه‌اش سلف سرویس بود، اینا رو خوردیم برای صبحانه. خیلی خیلی زیاد بود برای شکم ما و خیلی سیر شدیم. برگشتیم دوباره توی محیط حیاتش. من که دیگه سیر نمی‌شدم از این در و دیوار خوشگلش، همینجوری از این ور اونور عکس و فیلم می‌گرفتم. حیاتش واقعا قشنگ بود، جای دنجی بود. یه مقدار خوب نسبت به مثلا جاهای دیگه به نظر من خلوت‌تر و با کلاس‌تر بود و خیلی من خوشم اومد از کلا فضای اونجا. در راه یه ساعتی همینطور تو زیر سایه درخت‌ها نشستیم روی یکی از این تخت‌ها. اتفاقا توریست هم زیاد بود اونجا. بعدش دیگه من رفتم تو این بالکونا همش عکس می‌گرفتم. حالا هست مثلا اینجا کجاه، انقدر خوشگله دکوراسیونش. بله، دستشوییشم به این خوشگلی بود. بعد رفتیم سوار این اتوبوس‌های داخل شهر شدیم به سمت باغ فین. اینم ورودی باغ فین که می‌بینید چقدر ازدحام داره. به سختی وارد شدیم و خیلی شلوغ بود واقعا. خلوتیه جایی که اول رفتیم، بعد یهو وارد این جای شلوغ شدیم، خیلی تو ذوقمون خورد، واقعا اذیت شدیم. اینجا محوطه باغ فین واقعا شلوغ بود. داخل حمام هم رفتیم ولی واقعا انقدر شلوغ بود که اصلا نتونستم براتون فیلم بگیرم و انقدر دم کرده بود که فقط خواستیم خارج بشیم. حالا از اینجا بیشتر ازدحام داخل باغ مشخصه. دوباره دیگه باغ فین اومدیم بیرون و اینجا میتونستیم گل و گلاب و سوغاتی بخریم، ولی ما تصمیم گرفتیم که بریم سمت قمصر. رفتیم قمصر و یه جایی پیدا کردیم اینجا داشت گلابگیری انجام میشد. رفتیم و خرید سوغاتیمون رو انجام دادیم. قمصر خیلی آب و هواش بهتر بود، دار و درختش خیلی بیشتر بود، خلوت نبود ولی هواش خیلی بهتر از کاشان بود. اینجا میبینید ترافیکشو که چقدر ازدحام زیاد بود، ولی بعضی کاشان گرم نبود، بخاطر همین ما خیلی اذیت نشدیم. یه جایی هم اینجا بود که خیلی قشنگ بود ولی دیگه ما نرفتیم داخلش. اونجا هم مراسم گلابگیری بودش. این هم راه برگشتمون و امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. با لایک و کامنت منو حمایت کنین. امیدوارم که از دیدن این ولاگ کوچولو راضی باشین و اینکه
بهتون همونطوری که قول داده بودم در انتهای ویدیو یه توضیحاتی در مورد این سفر میدم، در مورد هزینه ها و اینکه خب در کل من نظرم راجع به این سفر چی بود. ببینید ما صبح زود از خونه راه افتادیم به سمت کاشان و وسط راه وای نستادیم، صبحانه رو مستقیم رفتیم و یه خونه قدیمی بود که توضیحش رو بهتون دادم. اونجا 760 تومن هزینه صبحونه ما شد 2 نفر، ولی خب خیلی مفصل بود، همونطوری که دیدین عکسش هم براتون گذاشتم. صبحانه خیلی مفصلی بود. بعد تصمیم گرفتیم بریم باغ فین که ورودیش نفری 40,000 تومن بود. بعد از اون رفتیم قمصر، اونجا تقریبا 500,000 تومن گلاب و عرقیجات و اینجور چیزا خریدیم که خب اینش دیگه اختیاریه، ممکنه یکی بیشتر خرید کنه، ممکنه یکی کمتر خرید بکنه. بعد چون صبحانه مفصلی خورده بودیم خیلی دیگه زیاد میل نداشتیم که ناهار بخوریم یا چیز مفصلی بخوریم. 76,000 تومن از سوپرمارکت خرید کردیم که اینم اضافه میشه به بقیه خریدمون. در کل جمعش اینجا براتون می‌نویسم. ما 2 نفر بودیم و نصف باک بنزین ماشینمون هم استفاده شد. اگه بخواین کلی هزینه های این سفر رو بدونید. حالا نظر من راجع به این سفر چی بود و پیشنهاداتم برای شما اگر دوست دارید که برید کاشان. ببینید من چند سال پیش، تقریبا 15 سال پیش، یک بار دیگه هم کاشان رفته بودم، ولی خب اون موقع خیلی بیشتر این فضای گلابگیری وجود داشت. مثلا من خودم دیدم اینکه گلو میریزن توی اون دیگا، اینکه چطور آماده میشه. اونجا یه سری خانوما آقای بودن که محلی بودن، کامل بهمون توضیح میدادن، ولی امسال اصلا این شکلی نبود. یعنی فضای اون خونه های گلابگیری فقط فضای فروش بود و اصلا چیزی به اسم گلابگیری وجود نداشت. و خیلی جالب بود که 2 هفته قبلش ما توی تهران پارک پرواز رفته بودیم به صورت اتفاقی توی یه جشنواره گل و گلاب و اونجا خیلی بیشتر در مورد گلابگیری توضیح میدادن. هوای کاشان توی این مدت که ما این تایم که ما اونجا بودیم خیلی گرم بود، باز قمصر بهتر بود، اما کاشان خیلی گرم بود. در کل من اگر یک بار دیگه بخوام برگردم و برم سفر کاشان، اولین کاری که میکنم اینه که به هیچ عنوان فصل گلابگیری نمیرم. چرا؟ چون اولا که ما اصلا گلابگیری اونجا ندیدیم، دوم اگه میخواستیم سوغاتی بخریم خب همه تایم اونجا گلاب و عرقیجات وجود داره، و سوم این که به خاطر اینکه تایم گلابگیریه اونجا خیلی شلوغ شده بود. اصلا باغ فین و قسمت حمام فین شما خیلی خوب نتونستیم ببینیم، یعنی انقدر گرم بود و انقدر خفه بود، ازدحام جمعیت زیاد بود، اصلا نتونستیم ببینیم. پس من توصیه اولم اینه که تایم گلابگیری نرید. فکر میکنم بهترین تایم پاییز باشه، هوای خنک و پاییزی اونجا فکر میکنم خیلی عالی باشه. دومی که من اگه دوباره بخوام برم کاشان حتما اون اقامتگاه رو برای یک شب میگیرم، چون فکر میکنم شبش خیلی قشنگ باشه. مثلا یه 5 شنبه صبح راه میافتم، حالا شبش میمونم و جمعه برمیگردم. و اگر دلم میخواد گلابگیری رو ببینم، توی شهر خودم میدونم که توی اکثر شهرها جشنواره گلابگیری هست. توی شهر خودم خیلی بهتر و با ازدحام کمتر میتونم گلابگیری رو ببینم. در مورد هزینه ها باید بهتون بگم که خب قیمت گلاب و عرقیجاتش نسبت به تهران ارزون تر بود و قیمت غذاش هم با توجه به چیزی که ما استفاده کردیم به نظر من معقول بودش. حالا شما اگر سفر کاشان رفتین، حالا چه یه روزه چه چند روزه، بیاید و توی کامنت ها به هم بگید که نظر شما چیه. امیدوارم که از این سبک ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوستش داشتید بگید که براتون بیشتر از این ویدیوها بسازم. ممنون که منو حمایت میکنید و توی کانال راه کسب با لایک و کامنتاتون کنار ما هست.